از ایجاد حکومت وحدت ملی افغانستان تا به اکنون این اولین بار است که یک مقام بلندپایه این حکومت بالای عملکرد پاکستان انتقاد می کند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت شدیداً انتقاد دارد که پاکستان به حمایت و تمویل افراد ادامه داده که حملات اخیر را در افغانستان انجام داده اند. آقای عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت پاکستان دشمن افغانستان را دشمن خود خوانده بود، اما حالا به دشمنان این کشور زمینه گفتگو درباره تعیین رهبر برایشان را مساعد می سازد. هیچ نوع همکاری با افغانستان تا امروز در ظرف 10 ماه گذشته در راستای مقابله با تروریسم از طرف پاکستان صورت نگرفته. کمترین تغییر در ظرفیت ماشین جنگی طالب‌ها به طرف کم شدن نامده، بلکه بالا رفته، چون فشار بالایشان نیست، تجهیز میشن، چون تمویل میشن و آزادانه میان جان و مال مردم به خطر مواجه میسازن. در این راستا یک جمله که ثابت کرده بتانه که با ما همکاری صورت گرفته، من اطلاع ندارم بعث رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان. آقای عبدالله همچنان ملا عمر رهبر پیشین طالبان را یک جنایتکار خوانده و گفت که در 2 سال گذشته تعداد از مقامات طالبان در گفتگوهای صلح اشتراک داشتند. به باور رئیس اجرایی حکومت افغانستان، پروسه صلح و مبارزه با تروریسم نیاز به بازنگری دارد و سیاست حکومت در این خصوص باید روشن ساخته شود. رئیس اجرایی از پاکستان انتقاد دارد که با وجود درخواست حکومت افغانستان به طالبان اجازه برگزاری جلسات در خاکش را داده است. آقای عبدالله بر نیاز برچیدن دامن جاسوسان دشمن در صفوف دولت افغانستان نیز تاکید دارد. پاک کردن جاسوسای دشمن از صفوف دولت افغانستان این چیزی است که در گذشته صورت نگرفت. این باید از اولویت‌های حکومت وحدت ملی باشد. ان شاءالله نتیجه از اقدامات چی خواهد بود؟ نتیجه اقداماتی خواهد بود که دیگر حادثه تروریستی در افغانستان هیچ صورت نمیگیره. متاسفانه نه. متاسفانه مردم ما با یک مقابله دوامدار با یک وضعیتی که پایانش هنوز به چشم نمیبینیم مواجه هستند. اما اقدامات ما باید روشن باشه. ظاهراً حملات خونین پیهم در کابل و توقف موقتی گفتگوهای صلح سبب شده که مقامات افغان با لهجه تند نسبت به گذشته از عملکرد پاکستان در قبال افغانستان انتقاد کنند. تعداد از کارشناسان افغان میگویند که با در نظر داشته وضعیت کنونی در کشور، علاوه بر رئیس اجرایی سایر مقامات حکومت وحدت ملی باید از بیغوری و عملکرد نادرست پاکستان در قبال افغانستان پرده بردارند.